سلام عرض ادب خدمت حضرت استاد دانشمند عزیز. خداحافظ. حاج آقا شیخ خچی اخیراً توی فضای مجازی یک کلیپی رو منتشر کرده که آقا امیرالمومنین علیه السلام اصلا دعوی برگرفتن مراسم و اینها نداشتن، برای پیغمبر از زهرام عزاداری نکردن. شما حالا شدین کاسه دختر ازاش؟ بابا اینا دیوانه، اینا زمان پیغمبر و زمان امیرالمومنین حکومت حضرت زهرا رو شهید کرده، بعد میذارن برای حضرت زهرا جلسه ختم میگیرن. شیخ انگار عقلش از دست داده. ببینید دیگه آدم تاریخ رو نگاه بکنه، اولا اینا کلا رو بحث عزاداری خیلی حرف میزنن که اصلا خود مردم مدینه اعتراض کردن یا شب گریه کنن یا روز گریه بکنن. بله. من خود پیغمبر برای حمزه سید الشهدا تا زنده بودن میرفتن سر قبرشون گریه میکردن، برای خدیجه کبرا چقدر گریه میکردن. من فکر کنم اینا دنبال دیده شدنن، خالف طوره اصلا چرندیه. اما اینکه چرا حضرت امیر بر حضرت زهرا جلسه عزاداری بکنه کردن؟ خب اولا که حکومت بر علیه اینا بود، اصل داستان شهادت از زهرا زیر سر حکومت به قول دیکتاتوری و حکومتی که اومدن چیکار کردن؟ به قول امروزی‌ها کودتا کردن. بعد اینا میذارن که نام حضرت زهرا باشه، یاد از زهرا باشه. بعد 1400 سال همین الان وهابیا دارن نابود میشن و میپکن از حسرت که شما چرا فاطمیه میگیرید. بله. علتش اینه که از عزاداری از زهرا اینا میترسن. وقتی که حالا زمان از زهرا میذاشتن که اینا، ولی امیرالمومنین امام حسین گریه میکردن، سلمان میومد، فزه بود، همسایه ها زنها میومدن. نه بابا اینو تو خود صحیح بخاری هم اینا آورده که حتی وقتی که حضرت زهرا از دار دنیا رفتن، حتی مخفیانه این قصه اجرا شد، تشییعشون و شبانه هم دفع شد. بله. اصلا این قصنی فلل کفنی فلل دفنی فلل که وصیت‌نامه از زهرا میگه مشهوره. یعنی شما میفهمن که اصل دفن حضرت زهرا و تشییع حضرت زهرا مخفیانه است و بعد بیان جلسه ختمش علنی بگیرن، مسجد نبی هم سیاه بزنن، خلیفه هم شرکت کنه تو مراسم عزای کسی که خودشون کشته. شیخ که باید بکنم یه تست روان شناسدش که اصلا سالم هست. سوال بعد یه تیکه دیگه از کلیپشو ببینیم. یک بار قبر پیغمبر رو تعمیر کرد. سوال بعدی که میکنه اینه که امیرالمومنین علیه السلام تو این چند سال قبر پیغمبر رو تعمیر نکرد. بخشی قبر پیغمبر کجا هست؟ تو اتاق آیش هست دیگه. اونجا خب آیشه کیه؟ دختر همونیه که فاطمه زهرا رو کشته. بله. کیه؟ از خود اصل فتنه اینجاست. بله. و حالا مثلا عمر ابوبکر میگه به خلیفه پیغمبر دفن. اینم که شما میگین اصل فتنه اینجا، حرف شما نی. پیغمبر تو صحیح بخاری میگن هنا فتنه. بله اینجوریه. ولذا اگه امیرالمومنین میخواست تعمیر کنه، اولا اینا همه دشمن امیرالمومنینن، بعد اگر تعمیر میکرد نمیگفتن بیچ عاشق قبر ابوبکر و عمر بود حضرت علی. بله. حتی قبرشون هم تعمیر کرد. همین بچه‌ها سو استفاده نمیکردن. اصلا چه جای عایشه رو بیرون کنه بیاد این خونه رو. آقا این شیخ دیوانه هست. اینقدر واضحه. ببین شما تو ثانیه جواب اینو میدید، هیچ خلی حرفو نمیزنه. من نمیدونم اینا کیان، از کجا اومدن. یه تیکه دیگه صحبتش هم بشن. ما الان دنبال این هستیم دهه محسنیه و دهه رقیه و دهه انواع و اقسام دهه ها رو داریم درست میکنیم. اینا مناسک‌هایی هستش که داریم اضافه میکنیم ها. اینم سوال آخره این آقا، چرا دهه سازی میکنین آقا؟ بابا جون ایام فاطمیه است. یک، اولا ما 10-12 تا شاید بیش از 10 روایت برای شهادت از زهرا داریم. اونم علت داره که حالا معروفش 75 و 95. چرا این 75 روز و 95 شهور شده بعد از پیغمبر؟ ببینید قدیما نقطه گذاری نمی‌کردن. خود دوستانم که این سوالو میکنن که ما هم طالبا رو کردن، میگم بنویسید 570. بله. 500 این نقطه نظری. هر دو تاشو میشه بخونی، یه شکل میشه. اون زمان نقطه نمیذاشتن. موندن کدوم اونو خودشون میفهمیدن. بله. ما که زمانه، ولی ما باید غافل نشیم از عزاداری برای مادر. آره درست. بعدم ببخشید چه اشکال داره ما عزاداری میکنیم، اینا چشونه؟ چرا بشن؟ تو چرا میسوزی؟ تو چرا؟ اینا خب جزء بنی امیه ای نباشه حتما افکار بنی امیه رو داره. ان شاءالله که خدا همیشه وجودتون رو نورانی. خدا ان شاءالله بگردونه. هدایت که نمیشن، ما دعا میکنیم خدا هدایتشون. ان شاءالله. دست شما در نکنه.